قبل از اینکه شروع کنیم یه قانون صفرم افزایش تراز داریم که اگه این حل نشه بقیه چیزهایی که من قرار در ادامه بهتون بگم بی‌فایده است. خب راهکار افزایش تراز، قانون صفرم چیه؟ قانون صفرم افزایش تراز این تصویره. دیگه تو باور بکنی که میشه. اگه به موفقیت باور نداشته باشی، خودت قبول نداشته، هیچ فایده ای نداره. حالا من بیام اینجا صحبت، نه آقای سلطان من که میدونم نمیشه، ما که موفق نشیم، حالا شما بگو. پس باور کنید میشود تا ببینید که شده است. این خیلی مسئله مهمیه. شمایی که الان مثلا داری درس میخونی و بعد احساس میکنی که حالا ما میخونیم ما که ترازمون بالا نمیاد، نیکنام هستی یا نه؟ من که میدونم ترازم نمیاد بالا، ولی حالا میرم آزمونم میدم. خب فایده نداره. شما باید باور کنید میشه. ببین تا به حال تراز تک درستون رو دیدین؟ خیلی از شما تو تک درس تونستی تراز بالایی بیارید. حالا اگر این 3 تا آزمون 4 تا آزمونی که تا الان دادید کنار هم بذارید، توی آزمون فیزیک بالا بوده، توی آزمون شیمی بالا بوده، یه سوال ساده دارم. اگه فقط بتونی توی یک آزمون همه این درسایی که خوب آزمون دادی رو کنار هم بزنی، آیا نمیتونی تراز کلت رو به تراز اون تک درسی که بالا بوده برسونی؟ اونایی که میگن میشه کامنت 22 بذارن. اینور من باز تصویر ندارم. یه چک میکنیم اونور هست؟ گذاشتم؟ خب بمون چون من اینور ندارم. خب و نکته بعدی، خب تراز شما، توانایی شما تو هر درس نشون نمیده. کارگاه قبلی کیا بودن؟ گفتیم آقایون خانوما شما تو تک درس ممکنه به آزمون نرسیده باشی. ما این هفته دانش آموزی داشتیم سر کلاس گریه می‌کردم، گفت سوالی آزمون برام جدیدم. شما خب به آزمون رسیدی؟ میگه نه. بعد من نگاه می‌کنم خدای من، خود تو رفتی سر جلسه مباحث آزمون بهشون نرسیدی، مباحث برات جدیدن، خب یعنی خب طبیعیه دیگه نخوندی. اونایی که میفهمن چی میگم کامنت 24 بذارن. آها. پس بچه‌ها یه فرمول اینجا نشونتون میدم. باور به اضافه تلاش مساوی موفقیت. ببین اگه تو خودتو قبول نداشته باشی، بشینی درس بخونی بعد احساس کنی من نمیتونم، در نهایت خسته میشی دیگه، درس نمیخونی، پیشرفت نمیکنی. برعکسش اگر تو بگی آقا من میتونم تلاش نکنی، در نهایت به یه جایی میرسی میبینی تو نمیتونی. پس یه چیز مهم خانم آقایون این تیکه رو داشته باشین از اون فرمولای مهمی که تو این کارگاه میخوام بگم. تو سطح درست اگه اینجا باشه و اعتماد به نفست اینجا باشه، نتیجه کنکورت این وسط قرار میگیره. و برعکسش اگر اعتماد به نفست این پایین باشه بیاریش بالا، درس خوندن تو بیاری پایین، اتفاقی که میفته که باز هم نتیجه این وسط قرار میگیره. نکته مهم، پسرها اعتماد به نفسشون بالای، کم درس میخونن، نتیجهشون این وسط قرار میگیره. دخترها زیاد درس میخونن، اعتماد به نفس دارن، نتیجهشون وسط قرار میگیره. حالا اونی که هم اعتماد به نفس هم پای درس داشته باشه، این نتیجه این بالا میسته. اونایی که فهمیدن کامنت 25 بذارن. آها باریکلا. خیلی خوب، بریم دونه راهکار افزایش تراز رو بگیم، کم کم سعی کنیم اتفاقای خوب رقم بزنیم. آقا ما اگر آزمون خراب کردیم چی کار میکنیم؟ 2 تا کار میکنیم. یک، اگه خراب شد دیگه درس نمیخونم، تمام شد، فایده نداره، من این میخوام بدبختم بیچارم. اونایی که اینجا 26 بذارن. نداریم مشکل. اونایی هم که خراب میکنم میام میگم آقا من 2 برابر درس خوندم، قول میدم میترکونم، قول میدم داغون میکنم، اونم کامنت بذارم ببینیم که اینجوریان گند میزن انرژی یا ما آزمون بعد میترکونیم. نداریم. چون خراب میکنید چه واکنششون نمیدین؟ خب هر دو تاش اشتباه. آدمی که ندونه چرا آزمونشو خراب کرده بره 2 برابر درس کنه 2 برابر گند میزنه. آدمی که ندونه چرا آزمون خراب کرده تک تحصیل کنه بیشتر گند میزنه. پس شما اولین کاری که باید انجام بدین اینه که به این فکر کنید که چرا آزمون خراب کردم. یه روزی یه آقایی توی شرکت تبرسازی استخدام میشه. جواب میگیرش میگه من باید تلاش بکنم، خیلی خوب انرژی بزنم، بتونم بهترین نتیجه ها رو اینجا رقم بزنم، اتفاقای خوبی رقم بزنم. میاد هر روز تلاش بیشتری میکنه، حقوق ما اول میگیره، میره گوشت میخره، کباب میکنه، کباب میخوره، پر انرژی، میاد همونجوری هی کار میکنه. بعد از 2 ماه میبینه که نتیجه عکس داره میده. این هرچی بیشتر میخونه کمتر ترازش میره بالا. اونایی که اینجوری کامنت 28 بذارن تا بگم. بیشتر میخونیم که ترازم افت میکنه. یه 2 نفر اینجوری 28 گذاشتن. میره پیش مدیر اون کارخونه در واقع چوببری، میگه آقا من یه سوال دارم، من تازه استخدام شده بودم، بلد نبودم از تبر استفاده کنم، بلد نبودم درخت قطع کنم، الان این 2 ماه دارم اینجا کار میکنم، غذای خوب میخورم، حقوق گرفتم، دارم به حرفه‌ای‌تر میشم، ولی هر چی بیشتر تلاش کنم کمتر نتیجه‌مو میبینم.
و مدیر یک سوال ساده میپرسه، میگه آخرین باری که تبرتو تیز کردی کی بود؟ میگه اگه من 6 ساعت وقت برای بریدن یک تنه درخت داشته باشم، 4 ساعت اون رو به تیز کردن تبرم اختصاص میدم. کی میگه؟ آقای ابراهام لینکلن میگه، رئیس جمهور سابق امریکا. خیلی وقتا ما میگیم آزمون خراب کردیم، من میگم خب راهکار چی؟ ولش کن. خب برو غلطاتو تحلیل کن، این چرا غلط زدی؟ حداقل یاد بگیری اشتباهاتو تکرار نکنی. نه حالا اوکی میکنم. کیا تا بال تحلیل آزمون پیچوندن؟ اونایی که پیچوندن کامنت 29 بسازن، 29 بذارن در واقع. اونایی که تحلیل درست درمون میکنن 30 بزنیم. کیا اصلا تحلیل درست درمون میکنن؟ هیچ، 30 در کار نیست. خیلی آمین. برنامه‌ریزی نداشتن برای موفقیت هم برای شکسته. پس تو باید تحلیل خوب داشته باشی. تحلیل کردن یعنی اینکه به زمان خواندن برای آزمون بعدی از زمان پایان آزمون قبل شروع میشه. کیا پنجشنبه ماز میدن تا شنبهش برای آزمونشون دیگه درس نمیخونن؟ شنبه میگن شروع شد. خب تو 2 روز دست دادی، هم پنجشنبه هم جمعه. این خیلی نکته مهمه. تحلیل کردن، حل اشکالات، اتفاق پیدا کردن مشکلات، افزایش تراز. تحلیل نکردن، استراحت کردن، پیچوندن، کاهش تراز، بدبخت شدن. این خیلی ساده است. اینو خودتون متوجه شید. خیلی نمیخوام گیر بهتون بدم. یه ریویو بکنیم. گفتیم آقا سوالای درست یه نگاه بنداز، ببین چیزی بوده توش، نکته‌ای بوده، حواست نباشه. غلطا رو ببین چرا غلط زدی، دلیل غلط بودن چه. نزده هم یه چک بکن اگه رسیدی، اگه خیلی طول نمیکشه ببین نکته خاصی داشته چرا نتونستی جواب بدی. بهترین کار اینه که شما حین آزمون دادن سوال‌هایی که فکر می‌کنی میتونی جواب بدی و جواب نمیدی و شک داری، نزده ها رو یه سریاشون علامت دار بکنی. بعد آزمون غلط‌ها و نزده های علامت دار شده رو در 3 ساعت بررسی بکنی. بعد اگه دیدی تحلیل طول میکشه چیکار کنیم بچه‌ها؟ در طول هفته درس به درس سوال‌ها رو دوباره حل کنیم، هم نکته‌هاشو یاد میگیریم، هم تحلیلمون رو کامل کردیم. این میشه تصحیح آزمون. این خیلی پیشرفت برات نمیاره. چرا؟ چون فصل 1 این آزمون دادی، بررسی کردی، نکته یاد گرفتی، آزمون بعد فصل 2 کار بعدیه که براتون پیشرفت میاره. شما در تحلیلتون بعد علت غلط بودن رو پیدا بکنید. اگه جابجا وارد میکنم بعد از پاسخ برگ استفاده کنم، توی خونم پاسخ برگ بذارم جلوی دستم بتونم بهتر پیش برم. اگه اشتباه سوالو خونده بودم سعی بکنم توی خونه از راهکارهای افزایش دقت استفاده کنم بتونم بهتر پیش برم. اگه اشتباه محاسباتی دارم بررسی کنم توی یه درس اتفاق میفته یا تو همه درس‌ها. خیلی وقت من توی یه درسی ضعیفم، مثلا من همیشه شیمی اشتباه محاسباتی می‌کنم. بعد تو فیزیک نمی‌کنم. خب مگه شیمی و فیزیک با هم چه فرقی داره؟ جز اینکه شیمی شما ضعیف مسئله کم حل می‌کنی وگرنه که اینا دوتاشون محاسبه‌شون یه شکله. پس اشتباه محاسباتی از تمرین‌های افزایش دقت شمارش معکوسه میتونم استفاده کنم. اگه یه درسی هم ضعیفم که رو اون باید تمرکز بیشتری بذارم. اگرم که فراموشی باعث شده من دقتم بیاد پایین، آزمونمو خراب بکنم، غلطم زیاد بشه، خب طبیعتا مرور کردن مهمترین کاری که شما میتونید برای غلطتون استفاده کنید. خب حالا اگه نزده بودی ببین علتش چیه. من وقت کم آوردم. اگر که وقت کم آوردن شما توی آزمون بوده، از راهکارهای مدیریت زمان و مدیریت چیزی که قبلا تو کارگاه 3 بهتون یاد دادیم استفاده بکنین. اگر دلیل نزدتون ندیدن سوال یا درست ندیدن گزینه‌ها و اشتباه خوندن سوال باشه، کمکتون میکنه از راهکارهای افزایش دقت استفاده کنید و بتونید بهتر پیش برید. اگر هم که اشتباه محاسباتی دارید، تمرین‌های همون 200 به منهای 3 به پایین و برای فراموشی هم که مرور مطالب. اینا متداولاشه. تو تحلیل میکنی اینا توش نیست، میای سر کلاس من بهت میگم، یا حالا اگر کلاس بچهای آنلاین اون هستید میرید سر کلاس از دستیارای ما میپرسید، راهکاراشو بهتون میگن، اشکالات برطرف میشه. نکته بعد این که آقا یه سری شما کارنامه دارید که فقط میرید ترازتون نگاه میکنید تمام میشه، میرید درسات نگاه میکنید رد میشه. از این پاسخ برگه استفاده کنید. سوالات غلط نظرتون نگاه بکنید. مثلا یه دونه جابجا میذارید همه اینا غلط میشه. پس تصویر پاسخ بر من کمک کنه. مثلا من استرس میگیرم 5 تا آخر همه غلط و نزده است. نشون میده من بد آزمون میدم 10 دقیقه آخر رو این باید برم. پس استفاده از تصویر پاسخ بر بالا پایین وارد نکردن خیلی میتونه به من کمک بکنه. خب بریم زوم شد. بریم اسلاید بعد. این اون قسمت مهمیه که به من پیشرفت میده. تحلیل مهارتی، یعنی که ببینم هر درس چه چالش‌هایی داشت، چه اشتباهاتی کردم. تو درسی که مثلا احساس می‌کنم 30-40% می‌زدم 30-40 زدم یا نه، بی‌دقتیام از چه جنسیه، هول بودم، سوالا رو درست نخوندم، محاسباتی غلط داشتم، احساس می‌کنم مثلا مهارت آزمون دادم خوب شده نسبت به آزمون قبلی یا نتونستم مدیریت زمان و مدیریت انرژی داشته باشم. این کارها به من یه خروجی هدف گذاری میده برای آزمون بعد.
اونایی که تو کلاس هدف گذاری نمی‌کنید یا من بهتون میگم یه چرت پرتی می‌نویسی بعد بیخیالش میشی، هدف گذاری این نیست که من برم تو خونه مثلا بگم میخوام 50 بزنم سر جلسه بشمارم نصف سوالا رو حل کردم یا نه. هدف گذاری یعنی اینکه من بدونم وضعیتم قراره تو آزمون برای هر درس چی بشه، برم ببینم به اون وضعیت رسیدم یا نه، قدم به قدم پیشرفت کنم یا نه. شما از روز اول می‌خواستی 2500 تا افزایش تراز داشته باشی، اگه از روز اول تصمیم گرفتی هر آزمون 300 400 تا افزایش تراز داشته باشی، الان ترازت خیلی بالاتر شده بود. پس پیدا کردن اشتباهاتمون حین آزمون دادن، مهارت آزمون دادن چیزهایی است که با تحلیل مهارتی به دست میاد. خب خیلی از شما یه همچین کارنامه‌هایی رو دیدید، این تیکه رو نگاه کردید، تغییر ترازه رو دیدید، رتبه رو دیدید، بیخیال شدی رفتی. اونایی که این تیکه رو فقط نگاه می‌کنید رد میشید میرید کامنت 31 بذارین. دستتون در کنه. یه نفر، دو نفر. ریاضی‌ها هم ریاضی‌ها فعال‌تر شدن. خب شما برای پیشرفت باید به جزئیات دقت بکنید. اونایی که دارن یادداشت میکنن این جمله رو محکم و بزرگ بنویسید. برای پیشرفت نیاز به بررسی جزئیات داریم. پس شما به این یکی کارنامه باید دقت بکنید. درس به درس تغییرات ترازم چی بوده، تعداد غلط‌هام، تعداد درست‌هام، وضعیتم نسبت به آزمون قبل، این به تو پیشرفت میده. من بفهمم تو این آزمون شیمی خراب کردم، فیزیک خراب کردم، زیست خراب کردم، چی خراب کردم. درس به درس اگه درصد افت کرده ببین ترازش هم افت کرده یا نه. درسی که درصدش افت میکنه ولی ترازش تغییر نمیکنه یا بالاتر میره اون درس سخت بوده. یا آزمون زدی 5 مثلا همین آزمونی که الان اینجاست ارزم حضور شما مثلا نگاه کن شیمی زده 47 زیست زده 45 زیست درصدش کمتر از شیمیه ولی تراز بالاتری داده این 10100 این 10000 پس یعنی این 45 ارزش از این 47 بالاتره. درست شد؟ واضحه یا نه؟ ببین این 45 10100 این 47 10000. اونایی که متوجه شدن کامنت 33 بذارن. ما بریم اسلاید بعدی. دو سه نفر 33 بزنن. خب آقای سلطانپور شما این چیزای عجیب غریبی گفت من نفهمیدم. الان ما باید تحلیل چیکار کنیم؟ ببین تو تحلیل به این سوالا جواب بده. هر کاری هر مدلی که بتونی به این سوالا جواب بدی بسه. مهم نیست چیکار می‌کنی. یک مهارت مدیریت انرژی، مدیریت وقت، نحوه آزمون دادن من چطور بود؟ خوب آزمون دادم، آخر آزمون حس نکردم وقت کم آوردم، نرسیدم. این مهارت ها ربطی به اینکه سرعتم خوب بود یا نه نیست. شاید مثلا کند باشی ولی تونستی مدیریت کنی بگردی ساده‌اش بده. پس مهارتت خوب بوده. دلیل پرتکرار تستایی که غلط زدی یا نزدی چی بوده؟ آقا من مثلا 5 تا سوال به خاطر بی‌دقتی تو خوندن سوال اشتباه کردم. پس بعد راهکارهای افزایش تمرکز استفاده کنم. 10 تا سوال نزدم به خاطر که محاسباتی اشتباه می‌کردم این جواب تو گزینه‌ها نبود. پس این دلیلا رو باید پیدا بکنید روشون کار بکنیم. 3 ریشه‌های اشتباهات علمی و غلط‌های هر درس چی بوده؟ من سوال برام آشنا نبود، جدید بود، اصلا ندیده بودم مثلش، پس من تمرینم کم بوده. رفتم سعی کردم سوال آشنا بوده ولی نمیتونستم حل کنم، از کجا شروع کنم، ذهنم منظم نیست. رفتم سوال آشنا بوده شروع کردم به راه حل، وسطش گم کردم، رفتم به جواب رسیدم تو گزینه‌ها نبوده. شلخته حل می‌کنم، بعد حل می‌کنم و نکات از این درس. کدوم راهکار مطالعاتی درس‌های قبل پیشرفت من کنم؟ ببین شما الزاما قراره بدبختی پیدا بکنی. گاهی اوقات تو باید بری درس خوباتو نگاه کنی. ببین این چی شد پیشرفت کرد، از این الگو بگیری برای بقیه. تو ادامه اسلایدامون هم در مورد مفصل‌تر صحبت کنم. پس درسایی که خوب زدم چی شد و خوب زدم اینم باید پیدا بکنی. روش آزمون دادن استراتژی برخوردم با هر درس چطوری بوده؟ او خوب بوده یا نه؟ مثلا من تو شیمی خودم گفتم اول حفظی‌ها رو می‌زنم بعد موردی یا بعد مثلا این خوب بوده یا نه؟ اگه خوب نبوده روشمو تغییر بدم. گفتم اول فیزیک می‌زنم بعد شیمی بعد جفتش خراب شده. خب برعکس بکنم چی؟ شما این همه آزمایش میدید میتونید روشتون رو تغییر بدید نتیجهشو بررسی کنید. اگه بهتر شد پیشرفت کردید ادامه بدید روشتون رو عوض بکنید. فاصله درصد طرز هر درس من با اون هدف گذاری که پیش بینی کرده بودم چقدر بوده؟ رسیدم به اون یا نه؟ من هدف گذاری کرده بودم 10% برم بالاتر، نرفتم بالاتر ولی ترازم بالاتر رفته. پس درس سخت بوده. اوکیه. اینو توضیح دادم. و در نهایت چه اتفاقایی پیش بینی نشده حین آزمون افتاد؟ من فکر نمی‌کردم مثلا سر جلسه گشنه‌ام شد با خودم یه شکلات آزمون بعدی ببرم. من فکر نمی‌کردم سر جلسه یه ساعتم مثلا فهمیدم که تنظیم نیست، مثلا من باتریشو باید عوض بکنم، باتریش خوابید. این چیزها درس‌هایی است که به من کمک کنه من در ادامه بهتر پیش برم. خب